آب جوشیده فواید متعددی دارد که چند تا رو بررسی می‌کنیم. 1. جوشاندن آب باعث از بین رفتن باکتری‌ها، ویروس‌ها و دیگر میکروب‌های مضر موجود در آن می‌شود و آب را بهداشتی می‌کند. 2. نوشیدن آبجوش به هضم غذا کمک می‌کند و می‌تواند باعث کاهش نفخ و ناراحتی‌های گوارشی شود. 3. آب گرم می‌تواند به باز شدن عروق خونی کمک کند و گردش خون را بهبود ببخشد. 4. نوشیدن آب گرم می‌تواند احساس سیری را افزایش دهد و در نتیجه ممکن است به کنترل وزن کمک کند. 5. آب گرم می‌تواند به بدن کمک کند تا سموم را از طریق عرق و ادرار دفع کند و موجب تسهیل سمزدایی در بدن شود. 6. آب گرم می‌تواند به بهبود جریان خون در پوست کمک کرده و به مرطوب نگه داشتن پوستیاری رساند. 7. آب گرم می‌تواند به کاهش التهاب در بدن کمک کند و برای تسکین دردهای عضلانی و مفصلی مفید باشد. 8. نوشیدن آب با معده خالی می‌تواند به کاهش اسید معده و مشکلات ناشی از آن کمک کند. وقتی آب نوشیده می‌شود، اسیدهای معده رقیق شده و به راحتی دفع می‌شوند که این امر از بروز سوزش معده جلوگیری کرده و به هضم بهتر کمک می‌کند. این روند باعث آمادگی معده برای پذیرایی از صبحانه می‌شود. 9. نوشیدن آب با معده خالی می‌تواند به کاهش تشکیل سنگ کلیه کمک کند و همچنین در مقابله با عفونت‌های مثانه مؤثر است. آب کمک می‌کند تا اسیدهای موجود در بدن که ممکن است باعث ایجاد سنگ‌های کلیوی شوند را رقیق کرده و دفع کند. در نتیجه مصرف منظم آب به حفظ سلامت دستگاه ادراری کمک می‌کند. 10. کم آبی یکی از شایع‌ترین دلایل یبوست است و در بسیاری از موارد نوشیدن آب راهکار مؤثری برای پیشگیری و رفع یبوست است. آبرسانی مناسب به بدن باعث نرم شدن مدفوع می شود و به دفع راحت‌تر آن کمک می کند. 11. یک داروی طبیعی فوق‌العاده برای سرماخوردگی، سرفه و گلو درد است. اخلاط و عفونت‌ها را از بین می‌برد و لوله تنفسی را از عفونت‌ها پاک می‌کند. همچنین در پاک کردن اخلاط بینی هم نقش دارد. با مصرف منظم آب گرم شما قادر خواهید بود با آسم و مشکلات قلبی مبارزه کنید. 12. یکی از دلایل اصلی سردردهای مکرر با حملات میگرن کمبود آب در بدن است. نوشیدن آب در فواصل منظم به ویژه با معده خالی میتواند به طور طبیعی از بروز سردردها جلوگیری کند. این کار نیز به حفظ سلامت دهان و دندان کمک میکند.